سلام بچه‌ها، بیاین با هم دیگه بریم آماچی. اینجا که دیگه داشتم موهامو صاف می‌کردم. خب گیس کردم موهامو. خیلی راحتم من با موهای گیس شده. شما چطور؟ کار هر روز من عاشق ریمل زدنم. خب ریملمون رو زدیم، یکم هم خراب کردیم، درست شد. خب بریم سراغ تینت لب. خیلی خوبه از وقتی که تینت اومده. اینجا هم دیگه آماده شدم. اینجا هم آماده شدم. یه فیلتر خیلی خوشگل انداختم رو صورتم. احساس پرنسس بودن میکنم. رنگ سبزو خیلی دوست دارم، با مشکی ترکیب خوبی داره. من کلا عاشق چیزای ساده مشکی هستم. یه شال ساده مشکی انتخاب کردم. استایلم اوکی شد. یه ذره لباسم کسی بهش اهمیت ندادیم. اینجا هم دیگه داخل مسیر رفتن به بوتیک. قربونش برم، وسایلم آورد. دست شما درد نکنه. متشکرم. اینجا هم دکور که دوست نداشتم و عوضش کردم. داشتم وسایل رو برمی داشتم و چیای جدید رو میچیدم. خب شروع میکنیم چیدن چیزهای جدید. عاشق این کتای پوسماری هستم. شما چطور؟ من که خودم هر جنسی که داخل مغازه میاد یکیشو خودم برمیدارم. شما هم این کار رو انجام میدین یا به نظرتون من خیلی کار اشتباهی میکنم؟ خیلی دیگه گرسنم شده بود برای خودم و بابا جون. قربونش برم الهی خوراکی برداشتم. میگم خوراکی ببینید این دوتا میوه رو گرفتم و اینکه من داشتم زحمت میکشم. آقا داشت پابجی بازی میکرد. تا یه ولا که دیگه خدا نگهدار.